د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. زه شمس الله هیلمن ستاسې په چوپړ کې یم او نن بیا هم زما هیواد خپرونه ده او دلته د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ ده. تاسې وینئ چې په دې وروستیو کلونو کې د ځینو کښتونو بدیل نور کښتونه ګرځېدلي دي، یعنې د ځینو هغو کښتونو چې د انسانانو د ژوند لپاره به خطرناکه بلل کېدل، لکه مخدره توکي وو، نشهیي توکي لکه کوکنار، چرس او دغسې نور. خو له نیکه مرغه اوس زموږ او ستاسې کروندګرو توت زمیني یا ځمکني توتانو ته، هنګې ته او همدارنګه زعفرانو ته مخه کړې ده چې له نیکه مرغه تاسې نن وینئ چې په خپل هیواد کې دلته موږ او تاسې ځمکني توت وینو او دغه لکه څنګه چې یو اصطلاح ده چې وایي ځمکه لکه د مور د غېږې په شان ده، نو واقعیت ځمکه د مور د غېږې په شان او موږ او تاسې ته رنګارنګ هغه نعمتونه موږ او تاسې ته راکوي. هر رقم که موږ او تاسې ونه وغواړو، که چیرې وغواړو چې له دغې ځمکې کوکنار لاسته راوړو، نشهیي توکي لاسته راوړو، هم لاسته راوړل کېږي، او که څنګه وغواړو چې دغسې پاکې او هغه ګټورې میوې لاسته راوړو نو هم لاسته راوړل کېږي. نو څنګه به ښه وي چې دغه ټول کروندګر زموږ او ستاسې د ګران هیواد کروندګر دغو شیانو کښت ته مخه کړي تر څو مو هم هیواد غني شي او هم یو حلال رزق خپلو اولادونو ته پیدا کړی وي. نو اوس به له دغه باغ له څښتن څخه وپوښتو چې د دغو ځمکنیو توتانو د کښت دغه مرحلې څه رقم دي او څه رقم دا کرل کېږي، حاصلات یې څنګه دي. په دې اړه به زموږ د دغه کاکا سره خبرې ولرو او دوی به موږ ته بشپړ معلومات راکړي. زموږ سره مل اوسئ. چې دلته جنگ غوښتی یا یې وطن رنګ غوښتی، مونږ کړل ګزار پوته اوس یې له مونږ څنګ غوښتی، مونږ کړل ګزار پوته اوس یې له مونږ څنګ غوښتی، هر دښمن د دې خاورې هر وخت را نسکور دی، دا د امن کور دی، دا د امن کور دی، دلته محبت عام دی، مړ د نفرت اور دی، دا د امن. دوستانو نو اوس دغه حاجي صاحب دلته موږ سره ولاړ دی، د دوی څخه به نو اوس راشو. په اول کې به د دې دغه لومړنۍ مرحلې څخه به ورنه وپوښتو چې دغه لومړی دغه توت دوی څه رقم نیالې کوي، څه رقم یې کري، په دې اړه به راته وایي. خو مخکې له دې به یو پیره دغه ښایسته نوم راته اخلي. حاجی صاحب محترم، نامتان بگوین و درباره کشت توت زمینی برای ما معلومات بدین. بله، اولتر سلام برای شما، برای کارمندان شما احترام تقدیم میکنیم. اسم ما بسم الله که دهقان‌های ولسوالی دهدادی ولایت مزار شریف، این کشتی توت زعفران حاصلاتش خیلی خوب نظر به هر چیزا، حاصلش خوبتر از کلال است، ولی مثلا نظر به کشتی مثال مواد مخدر خیلی عاید بالاتر از همه چیز است. سلامت باشین. درباره از این برای ما بگوین کی را در ابتدا چه قسم شما کشت میکنین؟ این در فصل ماه عقرب و قوس این زمین مثلا خلقه میشه، نرم میشه، با جویگیری میشه، بعد از این فصل تا ماه اوت این کشت میشه، در زمین زره میشه، کشت میشه. بعد از ماه اوت اون طرف وادی نمیشه. یعنی بعد از وقت بعد از ماه اوت که در زمینی که کشت کردین، بعد از اون اینا مثلا تک کمی یک خشاوه داره، مثلا تو یک خاک دادن داره، بعد تو یک زحمت داره، کمی یک بعد از ماه عمل حاصل دیدیم ان شاء الله که اینا بچی میشر شما مشاهده میکنین که میبینین که حاصلش بعد ماه عمل شروع از اول عمل شروع میشه، حاصل شدن در فصل چندنش شد میشه. سلامت باشین. و ایره برای ما بگوین که ایره شما تخمش کشت میکنین یا نیال از ایره میارین کشت میکنین، چی قسم است؟ نه، این تخم نداره، این نیال خودش تولید میکنه، نیال خودش نیال تولید میکنه، بعد نیال را باز چای را با میگیره از جای دیگه انتقال میتی و خود یک بوته از این مثلا 10 تا 15 تا 20 تا نیال تولید میکنه خود از این. با از این میرین دیگه جای دیگه زمین میتونین که شما انتقال بتین کشت کنین. آیس محترم میشه درباره همین نیال از ایره برای ما
بگوین و نشان بدین، چون شما پیشتر گفتین که اینا تخم نداره، خودش نیال تولید میکنه. اینال همین نیال از ایران اگر در اینجا باشه ببینیم نیالایشانه که چه قسم نیالش تولید میشه و چه قسم اونا با شما از یک جای به دیگه جای انتقال میدین. امیر میشه برای ما نشان بدین؟ بخیر بریم امیر نشان بدین. خب همین طرف بریم. خب خب انشالله. خب بله همکار عزیز بیاین همی نیال از ایران بر ما دوستای ما نشان بدین. یک دونه اینجا چیست شده؟ بله. یک دونه چیست در پولش این رقم با چوچه میکنه، این تولید میکنه، میبینین این رقم تولید میکنه با رقم توت میکنه، میبینین؟ اینی چوچهش است؟ بله یعنی اینی نیالش است؟ بله این نیال اصلی اینمی است. بله. در پولو دورایش که دورای چوچهش است. این در منطقه چوچهش است. این پوستر این میبینین چوچه کرده. این در پوستر ببینین. این چوچه میکنه این رقم چوچه میکنه. ایناش چوچه است؟ چوچهش است. بله اینا چوچهش است. تولید ایرا باز از یک جا شما میگیرین دیگه میکنین دیگه انتقال میتین. اینی هم چوچهش است، اینی هم چوچهش است. ببینین اینا کلش چوچهش است. این منطقه این در پشتش در بغل جویش چوچه میکنه، بعد اینجا میگیرین در دیگه زمین انتقال میتین. بسیار خوب. حالا درباره عوضی بر ما بگوین چقدر او مصرف دارن نسبت به دیگه کشتا، نسبت به دیگه مثال رومی است یا نخود است یا دیگه پیاز و دیگه چیزا بانجان است. درباره ازی بر ما بگوین که او زیاد مصرف دارن او کم میخورن چه قسم است؟ نه اونقدر او زیاد مصرف نداره مثل امیر رومی. این در یک هفته مثال در 5 روز در 5 روز در هوای گرم، در 5 روز در 5 روز این فرض 6 روز و 6 روز او بیتین مناسب است میشه. در فصل زمستان که فهم است اونقدر او در زمستان ضرورت نداره. از زمستان یادآوری کردین، یعنی درختای از این توت زمینی در زمستان هم می باشه؟ بله بله یخ نمیدونه، این نمیتونه سبز می باشه. همه قسم سبز می باشه، این خراب نمیشه. هر قدر یخ بندی شوه هر قدر زیر صفر بیه این خنک میزدگی نیست، از بین میرفتگی نیست. در زمستان خب باز حاصل نمیگیرن. زمستان اگر سرش پلاستیک کش کنی گرین هاوس باشه، در زیر گرین هاوس در زیر پلاستیک همین حاصل در زمستان هم میته. کم در تابستان کمتر حاصل میته، نمیته نیست حاصل میته زمستان. باز زمانی که زمستان تمام میشه باز شما ایرا چه قسم به سال نو باز به حاصل برابر میکنیم؟ ایرا زمستان که تیر شد امی یک سالی از ایرا که این فهم سال کشت کردیم یک سال اثرش شد. در سال قبلی از این سال قبلی از این بازی برگای از این مکمل برگای کونی از این به طلا قیچی میشه. قیچی میشه برگای کونی از این با اثر نو دوباره این جوانه میزنه برگ میکنه باز در گل میشینه باز در توت میشینه. تشکر جناب حاجی صاحب، بسیار خوب. دوستای عزیز توت زمینی حاصلی است که بدیل کشت کوکنار، بدیل کشت چرس می باشه و یک رزق حلال است. واقعیت هم اگر ما و شما اگر دهقانای ما و شما توت زمینی را کشت بکنه، یکی خوب کشور عزیز ما از لحاظ میوه و ترکاری چیزا غنی میشه و ضرورت به دیگه کشورها پیدا نمیکنه که ما از دیگه کشورها توت زمینی و دیگه ترکاری باب و میوجات وارد بکنیم و هم بدیل یک کشتی که غیر حلال یعنی حرام می باشه، غیر شرعی می باشه و همچنان مضر به یک جامعه می باشه. بدیلش توت زمینی هست، زعفران هست، همچنان رومی و بادرنگ و دیگه ترکاری بابی که در وطن عزیز ما کشت میشه. این تمام چیزا بدیلشان است و تمام دهقانای ما باید از توت زمینی کشت بکنه و چیزهای کشت بکنه که به ضرر جامعه ما و شما نباشه. دوستای عزیز دیگه مرحله توت زمینی را انشالله با حاجی صاحب صحبت می داشته باشیم، با ما باشین. بشی آباد بشی انشاءالله خاد بشی نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشی نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشی غږ د پرمختګ اوس هرې خواته خپور دی دا د امن کور دی دا د امن کور دی دلته محبت هم دی دوستای عزیز شما میبینین ماشاءالله چقدر مقبول، چقدر خوب که
زمانی که از بازار یا از سر دکان شما توت زمینی را خریداری میکنین یک لذت داره و اگر خودتان از درخت توت زمینی را میکنین و میخورین این باز لذت خاص دارند. از حاجی صاحب میپرسیم که جناب حاجی صاحب توت زمینی اول خود درباره همی کود از را بر ما بگوین. شما چه قسم کود را برای اینا استفاده میکنین؟ کود کیمیاوی استفاده میکنین؟ کود حیوانی استفاده میکنین؟ درباره از بر ما بگوین که چه قسم کود استفاده میکنین؟ کود حیوانی بهتر از کود کیمیاوی می باشه. کود حیوانی را در فصل ماه هود تا ماه حمل سری حمل هم که باشه در بغلای ازی پاش بتین، در بغلای بوتای ازی میشه. اگر در دسترستان کود حیوانی نمی باشه کود کیمیاوی هم میتونین برای در مرحله اول سیاه و سفید با در مرحله بعدیش تن و سفید. بسیار خوب. و اگر کود حیوانی نباشه کود کیمیاوی خوب برش توان نمیکنه؟ نه توان نمیکنه. مشکل ساز نیست. برای در بدل از او این کود مثلا کیمیاوی میتونه به استفاده کنین. حاصل خود ان شاء الله بهتر حاصل بهتر بهتون میده. و این توت زمینی باز چقدر وقت میرسه پخته میشه؟ این زودرس است. یک چیز زودرس است. تو دیرس نیست. در ظرف یک هفته در روز اینمی که چوچو بچه کرد مثلا از گل برآمد در ظرف 10 روز 15 روز ان شاء الله در حاصل پخته شدن میاد. مرحله چوچو کرده پخته شده پیش رفتن میره. این باز استفاده که رفتن میگیریم دیگه. خود دوستای عزیز ما یک توت میکنیم و لذت از این میبینیم که به دست خود میکنی و باز پیشتر هم گفتم که بسیار لذت خوب زیاد داره. انشالله ما لذت از این میبینیم که چه قسم مزی از این چطور است، پخته شده یا نشده. خو انشالله که زمینش هایش پاک است. زمینش پاک باشه که ببینیم. خوب بسیار خوب. دوستای عزیز توت زمینی که به دست خودم از درخت توت زمینی کنده شده میبینیم و ایرم استفاده میکنیم که با او توت زمینی که ما در بازار خریداری میکنیم با اونا چقدر فرق و تفاوت می داشته باشه. بسیار خوب، بسیار جالب. صادرات از ایره بر ما بگین جناب حاجی صاحب. شما ایره دمی بازارای خود ولایتتان ایره مقصد به بازار عرضه میکنین یا از دیگه ولایت هم کسی میاد شما میبرن و بیرون از کشور چطور است؟ ولی فعلا این خود رواج در بیرون از کشور تو پیش ما کسی مراجعه نکرده. ما منتهی را میچینیم اینجا به مارکت مدارشریف روان میکنیم. با مارکت مدارشریفی به اصطلاح به فروش میرسه. با دکاندارای اطراف مدارشریف با اینجا میان از مارکت خریداری میکنن میبرن میره. قسمی که شما دیدین توت زمینی بسیار حاصل خوب دارن و یک میوه خوب است. در کنار از اینکه ای بدیل یک کشت حرام بوده بلکه یک میوه خوبش، بلکه یک میوه با مزه و با لذت که تمام دهاقین ما باید از توت زمینی و از حبوبات و نباتاتی که باعث ترقی و پیشرفت زراعت کشور ما می شود باید استفاده بکنه و کشت بکنه. تشکر از اینکه با ما بودین. ان شاء الله برنامه ما ادامه دارن، با ما باشین. نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي غږ د پرمختګ اوس هرې خواته خپور دی دا د امن کور دی دا د امن کور دی دلته محبت عام دی مړ د نفرت اور دی هیواد مې قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. حاجي صاحب په خوا کې ولاړ دی او د دوی څخه به وپوښتو د دې ترڅنګ چې دوی د زمیني یا ځمکني توتان کښت کوي یا کري نور څه شی کري او نور کوم حاصلات د دغه خپلې ځمکې نه ترلاسه کوي. حاجي صاحب محترم ایران بر ما بگوین که در کنار از اینکه شما توت زمینی را کشت میکنین دیگه چیزا را کشت میکنین در زمین خودتان، مثال رومی، بانجان، دیگه چیزایی که فعلا کشت کردین چی است و حاصلاتش چه قسم است؟ ما دم پالی توت زمینی بانجان رومی هم داریم دم باغ، ولی نخود هم کشت کردیم دم باغ، سیر هم کشت کردیم دم باغ، بانجان سیام هست،
و به اصطلاح در پوله بانیان سیاه بامی هم کش داریم، محصولات ما داریم، محصولات داریم. این از نگاه درخت بابت زردآلو داریم، شفتالو داریم، سیب داریم، ناک داریم. در این باغ از این چیزهای خود ما مثلا در زمین خود کشت کار و مثلا حاصلات از هر گامش جداگانه حاصل میگیریم. زعفران هم در این باغ موجود ما کشت داریم. بسیار خوب. زعفران هم دارین گفتین. حاصلات زعفران چطور است؟ حاصلات زعفران هم خوبتر از کشت بندر رومی کده، خوبتر است زعفران که چون که او زحمت زیاد نداره. در سال یک دو دفعه یا سه دفعه او استفاده میشه، در غیر از او ضرورت نداره. در فصل ماه عقرب یا ماه میزان او میتین، در ماه عقرب گل میکنه، بعد از گلش که خلاص شد دیگه نه او ضرورت داره نه بگم چیز دیگه. تا دیگه سال هم زمین در جای به جای استفاده است و به اصطلاح در او هیچ دیگه ضرورت به مصرف دیگه چیز نداره. بسیار خوب. شما گفتین رومی را هم کشت میکنین. بله. و رومی تان خو هم شاید به می بازارهای شهر مزار شریف و دیگه ولایت های همجوار شما عرضه بکنین، روان بکنین. چطور است کار بار رومی؟ حالا کار بار رومی در اول سر سال خوبتر است، منتها با پسانی تعدادی که رومی زیاد شد بازار خریش نداره. این در مقابل از اینکه سردخانه باشه یا که مثلا فابریکی روب باشه که دیاقین امیر بتونه در فابریک روب مثلا عرضه کنه که تا مثلا یک چهارپا به استقلال به دست دی بیاید مدیقان متضرر نشوه. منتها رومی که مثلا یک هفته که در سر برآمدش تیر شد با نرخ روز به روز پایان میاد. یک کریت بانر رومی مثلا در 80 روپا 100 روپا میاد. با در 80 روپا 100 روپا دیقان نمیتونه که از مثلا یک حاصلی به طور یک چهارپا به طور قلال عادی به دست بیاره، متضرر میشه دیقان. یعنی ما از دولت امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که به مقابل مثلا کشت ما یا سردخانه ایجاد کنن، برای ما فابریکا جور کنن که ما بتونیم همین چی خدا بنیاد خدا در سردخانه یا به طور در فابریکای روب ما به اصطلاح میره برسانیم، امینا بگیرن از زمین برای ما به اصطلاح از ما خریداری کنن، همینجا فابریکا به اصطلاح روب جور کنن که دیقان متضرر از زمین نگاه همین نشوه. ما منتها در کو ضرورت داریم، با او ضرورت داریم، به اصطلاح با دعوا ضرورت داریم. بعد کشتای ما که فهمتا بدون دعوا نمیشه که بعد به اصطلاح زراعت ما شما به اصطلاح برای ما همین کمک بکنه که ما همین مرضای همین تشخیص کنن که ما فعلا یعنی ما آتشک میشه بندرومی ما را فعلا آتشک زده، آتشک گرفته، اینا بادرنگ ما را آتشک گرفته، اینا ما در حاصل به دست نآورده ای از بین میره. این مصرف ما پلاستیک مصرف میکنیم، کود مصرف میکنیم، مرد کار مصرف میکنیم، به این زحمت میکشیم، اینمی برای چی ما را پر نمیکنه. سلامت باشین جناب حاجی صاحب. قدرمنو دوستانو خدای دې وکړي چې دغه حاجي صاحب خبرې هم زمونږ مسؤلینو بیا بالخصوص د کرنې مسؤلینو اوریدل وي او زموږ د دغه بزګرانو لپاره د دې زمینه مساعده کړي تر څو دوی په خپله دغه ځمکه باندې په دغه کم کروندې چې د دوی دي داسې کرنې وکړي چې زموږ د دې هیواد د پرمختګ زموږ د کرنې په برخه کې د هیواد ملاتړي واوسیږي او زموږ ګران هیواد په ځان باندې بسیا شي. نو دا به ډیره ښه وي چې زموږ د دغه کروندګرو سره مرسته وشي، د دوی لپاره فابریکې، سردخانې، لکه دغسې نور هغه څه چې د دوی لپاره ضرورت وي لکه کوډ دی، نورې کیمیاوي سرې او دغسې نور هر څه چې د دوی لپاره ضرورت وي د دوی لپاره یې برابر کړي، چمتو یې کړي تر څو دوی ورڅخه ګټه واخلي او د کرنې په برخه کې له کوم زیان سره مخ نه شي. قدرمنو دوستانو تاسې وینئ دلته یو بل کاکا هم را سره ولاړ دی او دوی هم دلته ځمکني توتان کرلي. نو د دوی څخه به هم وپوښتو چې د دوی حاصلات څنګه دي، څومره یې ترې لاسته راوړي، همدارنګه د نورو کښتونو په مقابل کې د ځمکني توتانو حاصلات څنګه دي، په دې اړه به دوی خپله راته وایي. سلام علیکم کاکا جان، در اول میشه خودتان معرفی بکنین و بعدا بگوین امسال حاصلات توت زمینی چطور است؟ سلام علیکم برادر عزیز، خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین شما؟ سلامت باشین. دیگه توت حاصلش هم خوب بود ولی هم بد نیست، واقعا شکر است. اما یک کار است که نظر مردم ایسو از وقتی که توت مصرف داره کوت و دیگه این چیزا که داره اصلا زراعت دولت به این متوجه نیست که چی کار باید بکنه که دیقان یعنی تو یک پسمان از دو وقت کوت مصرفش دیگهش در وقتی که از دو وقت هیچ کس متوجه از این نیستن.
ما مردم هم قدر مقصد خود ما هم قدر کوشش توانایی میکنیم که دیگه حاصلاتش خوب است، بد نیست انشالله. سلامت باشین. پیش از اینکه شما توت زمینی را کشت بکنین چی کشت میکردین در زمینای خودتان؟ در این زمین ها گندم کشت میکردیم، پخته کشت میکردیم، گندم کشت میکردیم، این رقم چیزا بود. گندم کشت میکردیم زیادترین وقت مردم گندم کشت میکرد، دیگه چیز این پخته و گندم و این رقم. حاصلات گندم چطور بود؟ حاصلات گندم خوب بود، مگر حاصلات گندم که دیقان مصرف پورا نمیکنه. برای فعلا که پخته پورا نکنه، یعنی می تربوز خربوزه مثلا نمی کشتی که کبوتی که پورا نکنه از گندم چیز یک سیر گندم 2,500 روپیه اما مصرف دیقانه یک خلطه کو 2,000 3,000 3,500 روپیه مصرف دیقانه پورا نمیکنه. و حاصلات توت زمینی شاید نسبت به گندم، نسبت به بانجان و رومی چیزا زیادتر خیلی خوب است. به خاطر از خوب است که این حال ما از این پیسه از گرفته بر کشت ما رسیدگی کرده میتونیم. و حاصلات توت زمینی را شما در کجا باز میفروشین؟ اینجا دکاندارا می از پیشتان خریداری میکنه یا شما میبرین؟ خود ما میبریم مارکت میبریم اونجا باز اونجا دکان در چند دکان است توزیع میشه. قیمتایش چطور است امسال نسبت به سالهای قبل؟ امسال ارزان است نسبتا در سال چون که گرم است امروز. یعنی یک کیلویشان شما چند میفروشین؟ 80 روپیه 100 روپیه 80 روپیه میفروشن. شما میفروشین. خب بسیار خوب. و خواستتان از مسئولین زراعت چی است که امرای شما باید چی کمک‌های صورت بگیره تا شما بتانین خوبتر و بهتر توت زمینی را کشت بکنین، حاصلات بهتری را به دست بیارین و همچنان چیزهای دیگه که به نفع کشور عزیز ما می باشه، مثال زعفران است، توت زمینی است، انگ است، همچنان چیزهای دیگه که بدیل کشت‌هایی که به جامعه ما مضر تمام میشه باشه و شما کشت بکنین حاصلات خوبتر هم به دست بیارین و همچنان مضرم نباشه. دیاقین هیچ وقت از دولت هیچ چیزی نمیخواد، از زراعت هیچ چیز نمیخواد، از دولت یک کمک الهی میخواد، یک کمک میکنن که باید است برای دیقان در وقتش مثلا در ماه عقرب است، ماه قوس است، ماه جدید در این ماه برای کوتش برای دیگهش اگر زراعت کمک کنه برای دیقان کمک کنه، این حال او نداره دیقان. اکثر جای او نیست، سولارش دیگهش او نیست، مردم ها سولار زدن نمیتونه، کشت کردن نمیتونه، تو دی زمینی دو نیاز داره. بهترین باید از 3 روز 4 روز او بخوره. او که نباشه اصلا دیقان که چا نداشته باشه را کشت کردن نمیتونه. فعلا نوتان از کجا هست؟ از چا هست؟ بله او چا داره. بله. چایتان چطور است؟ او میته نمیته؟ 4 پارسال 100 متر چا کندیم، پارسال چاک داشتم خوش شد، گشته دوباره 100 متر چا کندیم. اینجا در پهلوی زمینتان جوی هم روان است. چرا از مردم مربوط ما نمیشه؟ مربوط ما جوی داریم، ما اصلا جوی داریم، اوی ما نمیرسه. دهی کشت نمیرسه. در 9 روز 10 روز او دوره میکنه و دو او کشت کرده نمیشه. سلامت باشین. چیز پیام داشته باشین به مسئولین، به دهاقین. برای دهاقین هم کمک کنه که بدن این کاری شوه که یعنی مسلمان یا غریب بیچاره است که دو جریب زمین بیادر یک 20,000 روپیه که مصرف داره، امور زراعت کمکش بکنه دولت. ما از دولت کم تقاضای دیگه نداریم، یعنی ما تقاضای داریم که این میره برای زراعت این ما کمک کنه، زراعت برای ما کمک کنه، برای دیاقین کمک کنه، نظر دولت برای زراعت باشه، زراعت نظرش برای دیاقین باشه. از شما یک جهان سپاس که بر ما وقت دادین و ما را آوردیم به می زمینایتان و برای مردم، برای بیننده های خود توت زمینی را نشان دادیم و درباره توت زمینی امروز برنامه داشتیم. باز هم از شما جهان سپاس تشکر. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما شمس الله هیلمن تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی الله سپارم. ښې چارې.